1 2 3 سلام. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خوش اومدید به کانال خودتون دیویدو. بچه‌ها این هفته برنامه متفاوت داریم. رفته بودیم سفر. کجا؟ گرجستان. رفته بودیم بچه‌ها یه سفر گرجستان. براتون گرجستان ویدیو زیبا. خفن گرفتیم. شهر باتومی رفته بودیم. بله. ویدیوش به زودی براتون میاد، آپلود میکنیم همینجا. و این خوراکی‌های خوشمزه رو خریدیم که با هم دیگه تست کنیم ببینیم چه مزه‌ایه. سوغاتشو برای شما هم آوردیم اینجوری. آره. بریم یه تست بگیریم ببینیم خوراکی خوشمزه گرجستان چجوری است. قبل هر چیزی لطفاً ساب کنید، لطفاً. لایک کنید، کامنت برامون بذارید، زنگوله هم بزنید که ویدیو براتون میاد اول متوجه ببینید. بشید. پس let's گو. اولش کدومو بخوریم بیان جون؟ خب بریم شروع کنیم. کدومش حوث انگیزه برات؟ همش تنظیمه. من که میگم بیا از این چیپس ها شروع کنیم. بریم چیپس میوه رو شروع کنیم. این چیپس میوه لیمو تستش کنیم ببینیم چجوری است. چیپس سالم مثلا. چیپس سالمه چیپس زدم لیمو. که به چه شبیه. میوه خود خشک کاره. میمونه. دقیقاً. چه خوشگله، نگاه کنید. خوشگله واقعا. خیلی قشنگه. یعنی خیلی نازکه. بو لیمو همانی میده. لیمو میتونیم توی خورشی قرمه نیست واسه آره واسه چیپس و اینا خیلی نرماله. میتونیم توی قرمه سبزی و قیمه ازش استفاده تست بکنیم. بگیریم چجوریه. وای. اگه خیلی ترش بیا. بود میندازیم تو خورش. اگه خیلی چی بود؟ ترش بود دیگه. آها، فکر ذهنش مادره به دخترم بیا. جلی. آخ من نمیتونم. خیلی ترش بود. خیلی ترشه. بعدم میدونی پوستش واقعا خوردنش یه حالیه. دست ما بیام. جالب خوش شده. نه ببین پوستش به تلخی میزنه. این 100%. نه نفسش رو نخوردم. وسطش هم پفکی شده. دقیقا لیمو عمانی داریم می‌خوریم. خیلی ترده ها. لیمو عمانی با تفاوت این که پوست خیلی کلفته. نمی‌بینی پوستا؟ خیلی کلفته. چیز تردی وسطش ترده قشنگ ولی خیلی ترش و تلخی داره. برای کسایی که ترش دوست دارن خوبه. امتیازت چنده بهش؟ از 10؟ من از 10 به این 4 میدم. آفرین من هم خواستم. خودش 4 میدیم. نه من بذارمش کنار. بیا عزیزم بذار کنار. دوست داری بخوره ادامه بده. نه 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 بریم سراغ اشک از این. چشم در اومد. پرتغالیش چجوریه یعنی؟ فکر کنم پرتغالیش خوشمزه تر. نه. بریم سراغ پرتغال. پرتغال زاتلاندم. پرتغال‌dan زدن. اوه قیافه خیلی سکسی دارن. با چه خوشگله. خیلی چقدر هم سبکه. آره خیلی مثل خود سنگین باشه ولی خیلی سبکه. نکنید. اینجوریه. برای عکاسی قشنگه. آره نه؟ واقعا از پشت که نور بخوره الان چون نور اینجا هستش آره از پشت خیلی قشنگه نورش. آره بریم تست کنیم این چجوریه. چون من به خاطر اون یکی که پوست داشته اینجوری میکنم. وای خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. ترد و قشنگ واقعا مثل چیپسه. ببین چیپسه دقیقاً به کریسپی بودن چیپسی که میخوریم چیپس سیب زمینی. ولی خیلی خوشمزه است. این واقعا میارزید. واقعا عالیه. حالا پوستش هم بخوریم. پوستش هم بخوریم. چه خوبه. این خیلی خوب بود. این تو مایه‌های بیسکویت و چیپس و این چیزاست فقط دقیقاً. واقعا آدم احساس میکنه داره بیسکویت میخوره.
حتما پیشنهاد میشه. خیلی فوق‌العاده بود اینش. این از این. هم خواهی هم مزم گوشنت ها. چند بهش میده امتیاز؟ من از این 8 میدم. 9 داره 9 هم بگیر. تو چی؟ منم 8 بهش میدم. 8 داره؟ آره. به نظرم قابلیت 10 هم حتی داشت چون سالم تو بود. میخوای 9 بهش بدی؟ آره. 9 9 امتیاز ما از 10 9. بذارید 9 عادلانه است. بذارم توش. فقط مزه آخه برای من مهم نیست. سالم بودن هم مهمه. چه شعاری. به به. این برنامه فیوریت منه. مربوط به شکم میشه و تنقلات هفته من 7 خیلی بار دوست دارم. براتون اجرا میکنه این از اون برنامه. بعد میخوام دائم بزنیم تو روال برنامه. خیلی خوش میگذره. کلاهامونم خوراکیه دونات داره روش. من کلاه دنیا رو گاز زدم، دنیا هم کلاه منه. قد گشنمونه. اینجوری هست. خب به نظرم تا الان داریم چیپس میخوریم. 2 تا دیگه چیپس هم داریم اینجا. آره. یکیش چیپس سویت پوتیتو سیب زمینی شیرینه که بنفشه. دیگه مطمئنا میدونید دیگه این انتخاب من بوده توی فروشگاه. سبک چیپس چیز میمونه. پرینگر داره. خودشه. واو. وای چه خوش رنگه. بفهمید. خیلی خوش رنگه. جلینگ. خیلی خوشمزه است. چه چیز باحالیه. انگار که دارم از چی درست شده؟ سویت پوتیتو. همین رنگه. البته فکر کنم رنگ چون سویت پوتیتو هم نارنجی طوره. مزهش واقعا خیلی خوشمزه است. میدونی مثلا انگار که مزه چیپس سیب زمینی زیاد نمیده. نه کانو این دوتا کوچولوهای ما هر موقع ما میشینیم سر میز میدونن داریم خوراکی میخوریم روی میز ناهارخوری، واسه همین همش پایین پای ما اینجوری نشسته اینجوری دست میزنن که به ما هم خوراکی بدن. ستاد زهرمار کردن غذا دیگه. بچه‌ها نمیتونم بگم مزهش چجوریه، واقعا خوشمزه است. یه شیرینی داره که لذیذه اون شیرینیه، میدونی مثلا شیرینی الکی نیست بگی مثلا چیپس شیرینه نمیخوره به هم دیگه، نه اون شیرینیش خوبه. یه شیرینی خیلی ریزی توش داره. آره یعنی برخلاف چیپس دیگه که شوری داره این شیرینی داره ولی اذیت کننده نیست شیرینیش. نیست، قشنگ ضخامتش هم عالیه، ترد و کریسپی خیلی خوب. عالی بود این عالی. من اینو 10 میدم راحت. من 10 میدم. 10. چیپس بعدی چیپس منتخب بنیامینه. توضیح بده چیپس چیه؟ این از بیکن هستش، از گوشت خوکه. تو میدونی که تو گرجستان اکثرا مسیحی هستن و مشکلی با خوردن گوشت خوک ندارن، واسه همین هم سوسیسای خیلی مختلفی داشتن که ما همون روز اول تا اومدیم همشو خوردیم. آره اون دیگه به فیلم گرفتن نرسید چون تاریخ چیز نداشت. دقیقاً 7-8 مدل مختلف رو امتحان کردیم دیگه. بعد به ذهنم رسید خب بقیه خوراکی‌ها رو بیایم با شما شیر کنیم که شما هم یه ذهنیتی داشته باشید. بریم حالا امتحان کنیم ببینیم چه جوری هست. استفادهش هم ببینیم. Let's go. بوش که خوبه، بوی دودی میده. آره انگار برنج دودی دارم بوش خیلی خوبه. ولی من اینو روشو که ترجمه کردن بالاش نوشته بودش که از سیب زمینی‌های اوکراین درست شده. آها سیب زمینیش اوکراینیه. شو سیب زمینیش اوکراینیه. این که سیب زمینی اوکراینی چه جوریه هست؟ این چه کوچولو موچولوه، چه بامزه. یک شو بفرمایید. یه چه ادویه داره روش. وای انگار داره غذا میخوری.
قشنگ مزه خود سوسیس و گوشتاشون داره. آره واقعا عالیه. نگاه کنید روش قشنگ این ادویه‌هاش هم زده. آره نمونه‌های مشابهش که اکثرا همه خوردن مثل چیپسای پیتزایی و ایناست تقریبا. پیتزایی یه ذره مزه‌اش زیاده. این این بیشتر مزه‌ش ملایمه میدونی؟ آره این برات سمت کالباسه مثلا. آره چند بهش میدیم؟ من از 10 هم میدم راحت. شاید 9 بدیم ها؟ 9 بدیم. 9 بدیم. خیلی با مثلا ذائقه همه شاید نخوریم. از ایناست که مثلا زیاد نمیتونی آره. بدی بخوری ولی خوشمزه است. مثلا زیادش دیگه خیلی مزه‌اش چیز میشه یهو زننده میشه. حتی شاید عادت کنی بتونی بخوری. ادویه‌ای روش هم کامل معلومه انگار سبزیای ریز روشه. 9 از 10. 9 از 10. 9 از 10. اون در نمی‌بذارمش کنم. خیلی بزنم بغل بخور. داره خالی میشه اینجا. بعدی نظر چیه یه لیوان آب بخوریم؟ بله. مزه‌شو یه ذره ببره. بله. بفرمایید. نه بابا. بفرمایید. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ رو شیرینی میچسبه. باشم. نه موافقی؟ باشم. Let's go. بریم با این شروع کنیم. چیه؟ شکلاته. واو بار. بار. خب کالری هم مثل این که نداره. چه خوشگلی بسته‌بندی شده. خوش رنگه اینا آره. نه که میبین صورتی و خوش رنگه سلیقه منه. آره ما از تو قیافه خرید میکنیم. چه خوشگل. من کالشو در ببینم. چه با مزه. این شکلیه. این شکلیه. خب بریم. اوه بیسکویتی آخ جون. وای نه. من عاشق اینجور بیسکویتی مثلا شکلاته کیت کت یا تک تک های خودمون بود تو ایران. من خیلی همیشه دوست داشتم از زمانی که یادم میاد شروع به شکلات خوری کردم همیشه تو دهنم بوده. داشتم تست می‌کردم. من برعکس من شکلات رو مثلا خالص دوست دارم یعنی اینکه توش با کیک با بیسکویت قاطی نباشه مثل خود شکلات باشه. این سبک دیگه برای خودش دیگه چون یه حالا بخوریم. بفرمایید. مرسی. چلینگ چلینگ. خوشمزه شکلاتش. من واقعا خوشم اومد. قشنگ مزه شکلات میده مزه اضافه دیگه ای نداره. شکلات با کیفیته. آره. نه شکلاتش تلخه نه شیرینه که مثلا اذیتت بکنه. خیلی ملوه. آره شکلاتش خوبه شیرینی اضافه نداره. خوب بود. ولی از اونجایی که فیوریت من نیست این بیسکویتش من بهش 7 میدم. اون شکلاتش در حد شکلات چیزه کیندر و ایناست مزه‌اش. آره. من 7 میدم. شما بهش چند میدیم؟ دقیقاً 7 میدم. آره. صبر کن یه خوراکی خیلی خوشمزه دیگه هم داریم. دونات دنیا. من کازم. کلامو نخور. بریم این. خب. اینم بعد من خریدمش واسه خودم. دختر کوچولوی من خریدم. آره این مخصوص خوراکی‌های بچه مدرسه‌های گردستان. معلوم نیست چیه. نمیدونم توپیه شکلات چیه. دونه دونه چه بامزه. دونه دونه است بچه‌ها. اون مثل همون تیک تک تیک تک کیت کت. کیت کت. تیک تک چیه؟ که چیه؟ تیک تک تیک تک چیه؟ تیک تک چیه؟ ببازش کنم. شکل چیزه این آدمه که شبیه شازده کوچولو بود کتابش. آره تمام درست میگم. آره آفرین. برای من توش دوچرخه داره. تو چی داره؟ همشون دوچرخه داره. نه به زبان گرجی هم روش نوشته. بیا دینینگ بریم کازه.
واسه‌ش هم شیریه. دوست ندارم. نارگیلیه؟ نه شیریه. مزه انقدر سر قورتش دادم که نفهمم. تو اصلا شکلات دوست نداری. وسطش مزه چیز میده، شکلات شیری، پودر شیر بچه میده. تهش مزه میده. من بهش 5 میدم. من 5 میدم. 5 براش خیلی واو نبود. نه. در حد همون کودکان دبستانی و مدرسه. نه. بریم سراغ چوبشور سیاه. چوبشور سیاه. چوبشور خب همه مدلش خوبه و مزه است. خیلی جذابه. ولی این سیاهش رو تست کنیم ببینیم چجوریه. حالا بازم ببینیم. من فکر کنم این از ترکیه براشون صادر کردن. اونجا خیلی جالب بود بچه‌ها، یه محله‌ای بودش رفتیم، محله ترکا بود. یادته که اونجا رد شدیم همه ترک بودن و یهو صدای اذون اومد، اصلا ما اینجوری شدیم. بعد از دوستمون پرسیدیم چیه جریانش، گفتش اینجا محله ترکاست، همه اونجا ترکی صحبت می‌کردن. و اینو فکر کنم از اون فروشگاه ترکیه اونجا گرفتیم، چون تو استانبول ندیده بودیم اینو. آره. خب بریم بعد تستش. بفهم شما باز کن. میخوام من باز کنم همه رو. متشکرم. جلینگ. مزه نداره. مزه هیچی نمیده. تو چه مزه ازش؟ چوبشور دارکه دیگه. فقط رنگ انگار بهش اضافه کردن. ها؟ نه هم شور یه ذره همه بیسکویتش یه ذره به خشکی میزنه. چجوریه؟ مثل ساق طلایی طور. آره دیگه ساق طلایی تو دهن میذاری قشنگ رطوبتو میگیره. خیلی واو نبود. مثلا اون کنجتی نورمالا رو من بیشتر ترجیح میدم تا این دنبال چیزی که خیلی خاص باشه و مثلا اینجوری مشکی. خوبه، بد نبود. چند؟ طعم تلخی میزنن تهش یا نه؟ یه ذره 5 بسش. موافقم. 5 کدومش رو باز کنیم؟ بریم باز کنیم بریم. نبوشکه چیه؟ نمیدونم فکر کنم نشون نداره بازم. ببینیم چیه؟ توت فرنگیه با بلکبری و استرابری نوشته. شبیه کشمش میمونه عکس روش. آره. اوه دستای کوچیکه. همشون همینه. یه دونه توش یه تعدادی چیز داره، بنفش داره، یه تعدادی قرمز. خوشگله، جاش خوشگله. آره. بریم بتستیم. این عکس نعنا روش داره، مال اونم داره؟ نه برگ خودشه. برگ خودشه؟ ولی اون انگار نعنا. نمیدونم امتحان کنیم. میشه برگ خودش باشه. اینجوری من باز کردم. کشمشه؟ ایوا این که کشمشه. چه عطری، چه بویی داره. آره چه خوشبوه. خودشونی کشمشه. نکنم بلکبری خوش کنه اینجوری میشه. کشمش غربیه. من کشمش دوست ندارم، ولی اینو بخوریم ببینیم. بخوره کشمش. نه مثل میوه خشکه، ولی این چیز مثل کشمش خودمونه، ولی طعم چیز میده، بلکبری میده. کامل بلکبری. خیلی خوشمزه است. چه عطری داره. چه تنقلات سالمیه این. من نگاه کوچیکم که درست کردم دیگه اینجوری رطوبت به خودش نمیگیره. قشنگ بند بود استفاده. خب این طعمش که خوب بود. اون یکی باز کن.
آخه دیگه توت فرنگی که این شکلی نمیتونن در بیارن. آب بره ببینم توت فرنگی شما. ببین کاشونشو میخوندیم الان. این فکر کنم کشمش با طعم توت فرنگی، کشمش با طعم بلکبری. آره دیگه. روش نوشته بلکبری خوش شده. اصلا نمیشه که جفتش یه شکل در بیاد. ولی خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. من دوست داشتم. این خوبه دیگه، مثلا تنقلات سالم و کوچولو تو کیفتونه. آره. دیگه میتونید با خودتون همراهتون باشه و بخورید. من بهش مسیرتون رو گفتم چند میدم؟ 9 میدم یا 8؟ این 9 8 میدی؟ خب 8 بده. 7 سالمه. 9 بده. 8 بده. 8 بهش میدم. 8. من چرا ازش نمره کم میکنم؟ چرا؟ چون معلوم نیست. به خاطر اینکه ما فریب خوردیم. ما رو گول زدن. ما فکر کردیم توش یا توت فرنگی خوش شده باشه یا خب به نظرم مثلا یعنی کشمشو چجوری با طعم توت فرنگی خوب درست کردن یعنی؟ یا نه اینا ها این قشنگ نه قرمز نیست. کشمش فکر کنم. احتمال داره 8 میگیره. 8 بگیره. به خاطر بسته‌بندی و عطر خیلی خفنی که داشت. خوراکی بعدی شما قطاب گرجستان. قطاب گرجستان بده. قطاب گرجستان براتون آوردم. دوستان عزیز، شیرینی پای اپل. آره روش هم من ترجمه کردم نوشته پای سیب. پای سیبه. آره. عوضا خیلی هیجان انگیزه. شکلش هم شبیه قطاب یزده. قطاب یزد کوچکتر نیست؟ چرا؟ این قطاب یزده. بفرمایید. ببین خیلی عطر تندی داره. آره. ببینم. اوه من نمیخورمش. منم نمیخوام بخورمش. بچه واقعا خوشمزه بودین. قشنگ میدونی مزه تارت سیبشو داره. آره مثل تارت سیب یا پای سیب هست درست میکنه اونجوریه ولی دارچینم داره خیلی. ببینین کرم وسطشو خوب بودین. منداز بقیهشو بعدم کنم. آره یا از چند میدین؟ من بهش 7 میدم. یه ذره سفت بود. آره من بهش 7 میدم. منم بهش 7 میدم. 7 میدی؟ آره 7 واقعا خوبی بود. 7 عدد خوبه. ولی با چای خوبه. بریم خوراکی بعدی. چی میخوای شما؟ تیپ کنیم. وافل میخوای؟ تارت میخوای؟ تارت خیلی هیجان انگیزه. بذاریم ذره دیرتر. بیایم با این وافل شروع کنیم. باشه. حله. اینم از قیافش که خیلی دختر پسنده. انتخاب دنیا جونه. خب به نظر من که وقت خوشمزه بشه. اگه وسطش شکلات شیرینی نداشته باشه احتمالاً باید وانیل باشه وسطش بیشتر. اوه چه خوشگله. خوش رنگه. چه صورتی باربیه قشنگ. صورتی جیغه. آی بفرمایید. چه خوشگله. این صورتی مورد علاقه من. قشنگ رنگی. این دو تاست. گفتم بوش میکنه دو تا آره. باشه. اوه تاریخ. خب جلینگ. جلینگ. من خیلی خوشم هم. من دوست داشتم. نه همون توت فرنگی طوره. مثل یه بیسکویت داشتیم تو ایران. همینجوری بود. ویفر بهش میگفتن که موزی و ایناش بود. اونه. یاد موزی ها ایران. این طعمش خیلی توت فرنگی هم نیست. آدامسیه تقریبا. آره طعمش آدامسیه. طعمش طعم باربی طوره. تو عکسش کرم سفید بود انگار. من اینجا کرم نه خدا رو شکر نداره. صورت من بیشتر دوست دارم. خواسته نشون بده راش کرم هست. صورتی میزد کسی نمیدونم. آفرین آره. من بهش 8 میدم 9 میدم. یه ذره شیرینی بهش 8 یا 9 میدم. تو چی؟ 9 میدم بخاطر اینکه خیلی سکسی و خوشگله. 9
دوستان عزیز بریم بعدی رو امتحان کنیم. این خوراک خیلی خوشمزه کنفلکس تک نفره هستش که یاد غذای بچه میافتم. ولی این خوبیش اینه که کوچولوه. اینجا دریه که واشه به ثانیه‌ای رطوبت میگیره. من شیر بیارم. خوبه. جوپرک داره بچه‌ها توشو هلو. آره تیکه های هلو ببین میافته. آره تیکه های هلو داره و جوپرک. بله همش چیز زیاد. اونجایی که من نم بخوره خوشم نمیاد. خب یه ذره من خیس بخوره که خیلی خوشمزه است. اصلا دیدی؟ قشنگ همون خانم خیلی خوشمزه بود. مثل همون بچه کودکه مثل غذای کودک که گفت بنیامین همون مزه رو میدم. نه؟ آره بعد یهو وسطاشون ملسی هلو هم میاد زیر زبونت. نه؟ خیلی خوب بود. انگار که چیزی به عنوان شکر کم داره بعد یهو هلوها رو گاز میزنی شیرینی جدا میشه. آره آفرین. خیلی باحاله. خیلی خوشمزه بودی. عالی. خیلی چسبیده. امتیازت 8 یا 9 بهش بدیم. 9 بدیم. سالم خوب خوشمزه. بریم سراغ خوشمزه و جذاب بعدی. نظرم خیلی هیجان انگیزه. آره این خیلی هیجان انگیز به نظر میاد. اوه چه بامزه. چه خیلی بزرگ باشه. من فکر کنم یه دونه بزرگه. نشد 40 چی 2 خیلی خوشگله. خیلی بامزه است. کوچولو و قشنگ. با چه طورده؟ چقدر خوب بود. بی‌نظیره خودش بگیره. ببین عالی بود. عالی. هم نرمه انگار تازه افر در اومده با اینکه بسته بندی و کارخونه‌ایه ولی خیلی خوشمزه. نه خیلی خوشمزه. آخه شیرینیش تو تمام مدت همش یه اندازه است. عالی بود. من بهش 10 میدم. من 10 میدم. چون خیلی تازه است. چه عطری چه طعمی داره. خیلی خوشمزه است. بو خیلی خوبی هم داره. این عالی بود. خیلی خوب بود. شیرینی فوق‌العاده‌ای بود. من خیلی پسندیدم. 10 از 10. این 10 رو میگیره. خب 3 تا دیگه مونده. بریم اول کوکاکولای کافی دار. زیرو شوگر هم هستش. بدون قند. سالم. بریم ببینیم که کوکاکولا این بار چیکار کرد. تحویل قهوه رو میده. اوه نه چقدر قویه بود قهوهش. خانم اوه وای انگار قشنگ داری قهوه میخوری. داری اسپرسو میخوری. قشنگ خود قهوه است. قشنگ انگار قهوه گازدار داری. قهمزه نوشابه. چه ترکیب خوبیه خودش. خیلی خوب. و فکر کنم این خیلی چیز داره. فکر کنم تپش قلب میاره زیاده است. دیدی میگم مثلا آره. این خیلی کافئین داره به نظرم. ببینم پشت چاله چجوری گرجی من کافئین رو از کجا بفهمم. ترنسلیت بعد باز کنیم. ولی میدونید انگار که این کارامل طوری هست که توی نوشابه‌های مشکی اون انگار شما 100 برابر قوی تر بکنید اون کافئین نوشابه رو. ما پیدا نکردیم چیزی به عنوان کافئین روش. ولی قهوه‌اش قشنگ غالب بود. به نظرم مثلا دیدی صبح میخوای یه چیزی بخوری انرژی بگیری. آره. در این حال مثلا چیزی در دسترست نیست اینو مثلا بزنی با یه ساندویچ توپی قشنگ تا شب. عالی بود. خیلی پسند. آقا بنیامین اینجا نه 2 تا محصول مونده. به به. یکیش مربوط به
جناب مستر بیست، یوتیوبر حرفه‌ای معروف. و این یکی هم که اورئوه. این هم نوشابه بود. این هم نوشابه کوکا با طعم اورئو. حالا این دوتا رو بچه‌ها ما یه ویدیو جدا براش میگیریم، تو قسمت شورت براتون آپلود میکنیم، تو ریلزای اینستاگرام هم میتونید ببینید. ای راستی یادمون رفت نمره بدیم به نوشابه مشکیه. من بهش 10 میدم. منم 10 میدم. چرا 10 میدید؟ 10 راحت میگیرم. 10 بهش میدم. واقعا عالی بود. من برای خودم همیشه سوال بود این شکلاتای مثل بیس که اینقدر تبلیغشو میکنه چه جور مزه‌ای داره. میدونم برای شما هم شاید جذاب باشه اینکه ببینید دقیقاً چه مزه‌ای داره. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. حتما بهمون بگید شما کدومی که از این خوراکیایی که ما خوردیم رو دوست داشتید یا دوست داشتید امتحان بکنید. حتما برامون تو کامنت بنویسید. لطفاً ساب کنید، لایک کنید ویدیومونو. مرسی که تا اینجا همراهمون بودید. برامون کامنت بذارین. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی. خداحافظ.